سلام. در ادامه سلسله برنامه‌های گفتگوی خبری امشب قصد داریم به یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور یعنی معضل اختلاس بپردازیم. به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر نجف قلی مشیر مطلع مدیریت محترم معاونت پیشگیری و برنامه‌ریزی راهبردی ستاد کل نظارت بر نهادهای مالی و پولی کل کشور هستیم. آقای دکتر به برنامه خودتون خوش آمدید. با درود به روح پرفتوح امام رانتخوار و با عرض سلام و ارادت به پیشگاه ولی امر اختلاسگرای جهان مقام عظمای ولایت ما در خدمت شما هستیم. تو یکی از مطالبات و پرسش‌های اصلی جامعه این هستش که با توجه به وجود نهادهای نظارتی متعدد در کشورمون چرا مشکل اختلاس در این جامعه تا این حد شدید هست؟ والا من تعجب میکنم این دوتا اصلا چه ربطی به هم دارن؟ اینا دوتا ارگان و نهاد مختلف تو نظام ما هستن که هر کدوم خدمات خودشون رو ارائه میدن. نهادهای نظارتی مشغول نظارتن، ارگانهای اختلاسگران با جدیت تمام مشغولن. اینا دارن به موازات هم پیش میرن. ضمن اینکه نهادهای نظارتی بیشتر بر موضوعات کلان جامعه مثل بدحجابی و اغتشاشات و امنیت ملی و اینا نظارت میکنن. اختلاس که خب نظارت نمیخواد که. اون چه که باعث بلایای طبیعی مثل زلزله میشه بدحجابیه، نه اختلاس. اگه اختلاس بود که ما سالی به 12 ماه تاب عباسی میخوردیم که. یعنی به نظر شما مسئله اختلاس آنچنان مسئله مهم و حساسی نیست؟ اختلاس خیلی مهمه. بنده خودم اختلاس کردن رو از مادرم یاد گرفتم که همیشه عیدیای ما رو چیکار میکردن؟ اختلاس میکردن. الان من تو این ایام عید توصیه‌ام به بچه‌ها اینه که مواظب باشن مادراشون اختلاس نکنن. این وجه آموزشی و تاریخیش. اما اهمیت ویژه اختلاس در مبلغشه، در ابعادشه. اینکه بعد از اختلاس کجا بری؟ کانادا، انگلیس، سوئیس، اینا البته مهمن. یعنی شما توقع دارید من همه اسرار نظام رو اینجا لو بدم؟ بله خب توقع دارید. خب شما بیخود میکنی توقع داری. همین اون مونده بیایم تو تلویزیون جمهوری اسلامی مقام عظما رو لو بدیم، حساب بانکیاشو بگیم، پولای آقا مجتبی رو بگیم. درسته مقام عظما فضای باز سیاسی ایجاد کردن، ولی شما دیگه دارید سوء استفاده میکنید، دارید سوار ایشون میشید. خب دکتر من از شما میپرسم چرا بدهکارا بدهیاشونو به بانک نمیدن؟ ای آقا جیب ما و بانک نداره که، چرا این جیب اون جیب کنیم؟ چه فرقی میکنه اصلا؟ ضمن اینکه الان این بانکی که به برادرای اختلاسگر بدهکاره، مگه بانک بدهیشو داده که بدهکارا بیان بدن؟ دکتر مگر شما و نهاد تحت هدایتتون مسئول مبارزه با رانتخواری در کشور نیستید؟ بله این یکی از مسئولیت‌های تعریف شده ماست. پس چرا با رشوه دادن و ارتشاء مبارزه نمی‌کنید؟ عزیز من دشمن الکی واسه ما نتراش جون مادرت. ما یه دشمن داریم اونم استکبار جهانیه که خب داریم باش مبارزه می‌کنیم. این رشوه و ارتشاء اصلا کی هستن که اصلا ما بخوایم باشون مبارزه کنیم؟ شما تو دام این جو دادن رسانه ها نیافت. قضیه با این چیزا حل نمیشه. پس با چی حل میشه؟ با یه خورده چای شیرین، نشد با گازوئیل، تایخط با بنزین حل میشه. آقای دکتر من بالاخره متوجه نشدم چه مسئول یا ارگانی موظف هست با این فساد اقتصادی در جامعه مبارزه کنه؟ این که شما میفرمایید اسمش فساد اقتصادی نیست، اسمش اقتصاد مقاومتیه. خود این اقتصاد مقاومتی درست شده برای مقابله با تحریم ها. جدی میفرمایید؟ نه دارم شوخی میکنم که یه خورده برنامه‌تون بامزه بشه. البته اگه بخوام بحث جدی بکنم میام روی همین اختلاس 1700 میلیاردی آیت الله آملی لاریجانی. البته اگر اشتباه نکنم مبلغش 1500 میلیارد بود. نه خیر اون مال اخویشون بود. خود آیت الله با توجه به جایگاه و شأنشون 1700 زدن که ما از قبلم اطلاع داشتیم و رصد میکردیم. پس چرا دستگیرشون نکردیم؟ تو حالت خوبه؟ رئیس قوه قضاییه قاضی القضات این مملکت رو من برم دستگیر کنم؟ شما نمیگی ممکنه چه اتفاقی برای خود بنده و خانواده بنده بیفته؟ بعد اصلا این پول پاکه طیبه. چرا؟ چون ایشون سهم امامشو پرداخت کرده، پورسانت بنده هم داده. شما هم خودتون زیاد نمیخواد ناراحت کنید. پس آقای دکتر مردم در مقابل تمام این دغدغه‌ها چیکار باید بکنن؟ مردم باید تشکر کنن از مسئولین. واقعا میگم واقعا باید بیان تشکر کنن. بابا امنیتشون تامینه. خودشونو ما تا الان دو دره نکردیم، خودش بالاترین خدمت مسئولینه. همین نیفته زمین بشین برو اوین. خب دیگه چی میخوان این ملت؟ بابا اینا باید بیخیال حقوقشون بشن، بیخیال عیدی و پاداش و این خرافات بشن، بذارن مسئولین بی دغدغه خورتومی 20 اینچی رو بندازن پول و مکش کنن طیب و طاهر. اینطوریه که ایران اسلامی بر بام منطقه میتونه بدرخشه. بله. آقای دکتر خیلی از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم.